دخل الجنة البته. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفت یک مسلمان سرپرستی یک یتیم با عهده میگیره البته جنت میره. پیغمبر بزرگ اسلام همین خیلی گفت البته گفت جنت میره. البته در قشلاقاتون، در محلاتون، همسایاتون بیوزنها هستند، یتیمها هستند. علل خصوص در ماه رمضان که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم از همه سخیتر انسان بود و در ماه رمضان سخاوتش باز بسیارتر بود. حتی حضرت جبریل علیه السلام بسیار در تعجب مانده بود که این شخص خیلی سعادتمند، این خیلی سخاوتمند شده گرد. من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه. چخیل میخره نفس ما را خداوند، مال و ملک ما را، یعنی به سبب صدقه، به سبب خدمت‌های دین، خدمت‌های جامعه، الله سبحانه و تعالی انسان جنت تحفه میکنه. شما این کار شوخی نفرمایید. از سحر تا شام گرسنه به خاطر الله. ماه شریف رمضان یکی از عبادت‌های است که خالص به خاطر الله است. فإنه لی و انا اجزی به. هر شب ما قریب همین آیات را میخوانیم. الله میگه که همین روزه را به خاطر من میگیرم، ثوابش خودم میتونم، حساب نداره. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا من التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده. این گپ چی گپ باشه؟ در قرآن خداوند این را ذکر کرده است، سوره توبه ده. و من اوفى بعهده، هر کس که به عهدی کردگی من میگه خداوند وفا میکنه. در روزی که ارواحای ما را خداوند گفت الست بربکم، ارواحای ما گفتن قالوا بلی گفتن. خداوند گفت که آیا من پروردگار و آفریدگار شما نیستم؟ ارواحای ما گفتن که بله یا الله، آفریدگار ما، پروردگار ما خودت هستی. انا من عهد است. عهدنامه بین مسلمان و بین خداوند هست. در ابتدای عهدنامه نماز نوشتگی است. نماز انا میشه در همین آیت خداوند اعتبار داره، به نظر گرفتگی نماز است. میگه که و من اوفا بعهده من الله، به همون شرطنامه ای که مردم مسلمان به خداوند امضا کردگی هستند، اگر شرطنامه را ویران نکنند، خودشان قطع نکنند، این شرطنامه در نماز نوشتگی است. انا این نماز هیچ وقت کوشش کنه قضا نکنه، ترکش نکنه. قضا خودش گناه بزرگ است، اما ترک کردنش بسیار گناه است. از صلات عماد الدین، پیغمبر اسلام نماز را گفت که ستون دین است. این مسجد دیده بالاش، اگر ستون نباشه بالاش میگرده. اگر مسلمان نماز نمیخونه آهسته آهسته ایمانش ویران میشه. از صلات عماد الدین، ستون دین همین نماز است. همین عهدنامه است. اگر مسلمان در روز قیامت میرود، شرطنامه داره که در اوجه نوشتگی است 5 وقت نماز هر روز خوانده شده است. خداوند چیکار میکنه در این صورت؟ بایعتم به و ذلک هو فوز العظیم. بسیار بسیار مهربانی بزرگ از جانب پروردگار است. میگه شما خواهزاتم قطعی بیایید که نماز خواندگی است، من هیچ راه ندارم که شما را جنت داخل نکنم. یگان راه دیگر ندارم. میگه الله که من شما را داخل جنت نگردم. به همین خاطر کوشش کنید برادران، نمازاتان را قضا نکنید. و قال طیبی حکمت اطاعت هذا و ما بعده الیهم اعلامهم بان هذه الاعمال بکیفیتها مخصوصه. مخصوص ترین عبادت پروردگار این نماز است. اگر نماز شرطش خوب بیاید، دیگر سوال و جواب ها همش طوری میاد. من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. اخیر حدیث همین کلمات. در ابتدای حدیث حضرت امام احمد و طبرانی رحمه الله
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. یک روز نزد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یک شخص آمد گفت یا رسول الله من گفت میگم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را، همین کلمه را میگم و تصدیق میکنم که خدا یگانه است و شما ای محمد پیغمبری برحق هستید. و بعد از این چیکار میکنم؟ 5 وقت نماز میخونم، 5 وقت نماز میخونم و زکات مال ادا میکنم، ماه شریف رمضان روزه میگیرم. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفت اگر انسان در همین حالت از دنیا میگذرد، در حالت خدا را یگانه قبول کرد، پیغمبر اسلام را پیغمبر آخر زمان شناخت و نماز خواند، زکات داد، روزه را گرفت و حتما چی میشود؟ اهل جنت میشود. من مات علی هذا کان مع النبیین و صدیقین و شهدا. در جنت مردم نمازخوان همراه پیغمبر هستند و همراه صدیقا هستند و همراه شهدا هستند. همین آدمایی که نماز میخوانند اینا همراه همونها هستند. و عن ابی ایوب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان ثم تبعه 6